هلو برای عکس دوست داشتنی، من ایمان هستم و خیلی خوش اومد به ویدیوی دیگه از چنل ایماناریکس. بچه تو این ویدیو قراره بهتون یاد بدم که چجوری کلی جوایز جدید و رایگان، کلی دنس و کلی اسکین خفن چجوری با هم دیگه به صورت کاملا رایگان بگیریم. بچه وارد این ایونت جدید میشیم که اومده بغل تبلیغات روش کلیک میکنید، میاد این بخشش. خب باید تیم بسازید و مثلا اسکوادای 4 نفره یا حالا 2 نفره جفتشو میتونید با هم انجام بدین و یه سری میشن پایینش هست، اینا رو انجام میدین و چیزایی که گفتین هم چند تا چیز برو بکش اینا روی اون اینوایت میزنید و خب چند تا از دوستانتون رو اینوایت میدید که بیان توی اسکواد شما. پاکت ها رو که بزنین کسایی که به شما اینوایت دادن نشون داده میشه. بعد از این بخش بیای بیرون وارد یه بخش دیگه ای میشین که هنوز اطلاعات کاملی ازش نیومده که دقیقاً چیه و اون بخش هم که جوایز مهمه که لول اولش میبینیم از این کوپن ها و جعبه طلایی. بعد اینجا وارد دنس ها میشین، 5 تا دنس داره، دنس های خیلی خفنی نیست ولی خب کاچی بعد هیچی. و جوایز قبلی هم که هست هیچی، این جوایز بهش اضافه میشه دنس ها لول 2. بله این دنس چیه واقعا؟ میایم لول 3. خب میبینید که به همون دنس ها و همون جوایز 3 چیزای دیگه اضافه شد. 10 تا کارت کارکتر که خب خیلی خوبه و آر پی ها دیگه از این چیزا. میریم لول 4 موتور و موتور مرغ از این گیفت ها، مرغ از این آتاش خالا بهمون داده که چیز خاصی نیست. و لول 5ش که فوق العاده است. لول 5ش که یه ست کامله که خب خوبه. این ست دومی خیلی این خوشگل تر قبلی است. خب لجنده دیگه، خوبه دیگه. و همین دیگه به خاطر اینکه ایونت قبلی هم اومده توی بازی قطعا اینا خیلی موثره و هرچی لباس بیشتر داشته باشیم خودش خیلی موثره دیگه. و این کوینا رو از کجا دریافت کنید؟ این کوینا که روی صفحه میبینید اینا هست، اسمش ایدراپ توکنه که اگه توی مود برید بازی کنید کف زمین یه تعدادیش هست ولی بیشترش رو از طریق میشن ها انجام بدید. و همین دیگه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوهای دیگه گود بای.